این تیغه. اومدم اینجا به شما یه رازی رو بگم که خیلی از آرایشگرا به شما نمیگن. ببینید شما وقتی که میخواین میکاپ بکنید در آخر نگاه میکنید میبینید میکاپتون یه مقدار کثیف شده، دلیل اصلیشو نمیدونید. من اومدم اینجا به شما آموزش بدم که اون دلیل اصلیش چیه که آرایشگرا خیلیشون به شما نمیگن. یادتون باشه قبل از اینکه بخواین فون صورتتون رو بزنید باید پرزهای روی صورتتون رو با تیغ بزنید، چه با این تیغ چه با ژیلت. وقتی پوستتون تمیز نباشه میکاپتون خوب روی نمیشینه و نگاه میکنید ببینید روی پوستتون اون موها فون بهش خورده و بیشتر دیده میشه و کثیف نشون میده. اینو آرایشگرا به شما نمیگن، ولی من اومدم اینجا به شما نکاتهای خیلی ریزی رو بگم که اگر بهش دقت